ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 28 مارس سال 2024 از شبانه روز حبس یوسف فیضوف صاحب یک مرکز بازی‌های کامپیوتری در مرکز ولایت شهر بختر برای در وقت ممنوع به مرکز راه دادن نابالغان خبر داد. بنا به اطلاع میلیشیا شهروند فیضوف یوسف سال تولدش 1994 استقامت کننده شهر بختر مرکز بازی‌های کامپیوتری گشوده به نابالغان در وقت با قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند منع شده برای وارد شوی اجازه داده آنها را برای مشغول شدن به بازی‌های دارای خصوصیت زورآوری داشته جلب نموده است و با این کردارش طلبات ماده 464 علاوه 1 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان را ویران نموده است. خود یوسف فیضوف و یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی میلیشیا ختلان گفت در وقت حجتگذاری نمودن حالت مذکور شهروند فیضوف یوسف طلبات قانونی کارمندان میلیشیا را همچون مقامات وکالتدار دولتی درباره مانع شدن به وارد شوی نابالغان در وقت منع شده اجرا نکرده طلبات قانونگذاری کشور را دغرانه ویران نموده است. با نظر داشته برای به نابالغان دادن اجازت ورودش به مرکز بازی‌های کامپیوتری در وقت با قانونگذاری منع شده و صرف نظر نمودن طلبات قانونگذاری مملکت نسبت به شهروند فیضوف یوسف پرونده حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده با قرار دادگاه شهر بختر جزا در نمود حبس مأموری به مدت 7 شبانه روز تعیین کرده شد. قانون‌های تاجیکستان در وقت درس و در ساعت‌های شبانگاهی به مرکزهای بازی‌های کامپیوتری و اینترنت کافه‌ها راه دادن نابالغان را منع کرده است.